هرچند دستاوردهای 20 ساله نظام جمهوریت در افغانستان با برگشت طالبان از میان رفت، اما در این مدت نسل هم تربیت یافت که گفته می شود امید برای برگشت افغانستان با آینده روشن را زنده نگه داشته. هرچند که نقدهای از سوی مردم بالای این نسل هم وارد است، اما با آن هم نسل نو افغانستان روزنه امید برای آینده کشور دانسته می شود. نسلی که در حال حاضر مهاجر و پراگنده است و در تقلای برگشت دوباره به سر میبرد. اما این برگشت چه وقت و چگونه خواهد بود؟ آیا این نسل می تواند بار مسئولیت مادر وطن را بردارد؟ مهمان این هفته من تاج الدین سروش، حبیب الرحمن پدرام، نماینده مجلس در دولت جمهوریت است. آقای حبیب الرحمن پدرام به استودیوی افغانستان اینترنشنال بسیار خوش آمدین. درود بر شما و همه کسانی که ما را می‌بینند. در خدمت آقای پدرام، از اینجا آغاز میکنم. چرا همه ما امروز به اینجا رسیدیم؟ حضرت علی یک گفته بسیار زیبایی داره، میگه عدالت یعنی گذاردن هر چیزی در جای خودش و دادن حق هر کسی که سزاوارش است. در افغانستان چیزی که اتفاق افتاد این بود که عدالت تأمین نشد در همه امور، چه در امور سیاسی، چه در امور نظامی، چه در دولتداری، چه در مردمداری. و دیر یا زود افغانستان به این سرنوشت مصیبت بار دچار می شد. به گفته عوام دیر و زود داره و سخت و سوز نداره. بله، دیر و زود این اتفاق حتما می افتاد، چون عدالتی در افغانستان نبود در هیچ عرصه‌ای متأسفانه. درست. این سوال به خاطر از اینجا آغاز کردم که میخوایم بپرسم که رسالت نسل امروز افغانستان چی بود که نگذاشت که افغانستان به این روز بیایه و مانع این بدبختی و سقوط نشد؟ اتفاقاً یکی از همان مواردی که عدالت در موردش تأمین نشد همین مسئله جوانان هست. جوانان آنطور که باید و شاید به حقی که سزاوارش بودن نرسیدن. بنابراین ما رسیدیم به این جایی که اکنون هستیم. همیشه میگن جوان. اصلا ما اول باید بپرسیم که جوان کیست و جوانی چیست و بعد بیایم بگیم رسالت این نسل که نسل نو است چیست. باشه اینطور به شما بگم، علامه اقبال یک شعر بسیار زیبایی داره. به نظر من این تعبیر نسل نو و نسل کهنسال جامعه است. علامه اقبال در این شعر جوان را به موج تشبیه میکنه و کهنسال جامعه را به ساحل. میگه ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موج ز خود رفته تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. یعنی بودن جوان، هویت جوان در تحرکش است، در فعالیتش است، در موجگون رفتار کردنش است. ما زنده برانیم که آرام نگیریم. بنابراین ما وقتی میتونیم یک جوان بگوییم که او تحرک لازم را داشته باشه، فعالیت لازم را داشته باشه. صرف زور بازو و سر و صورت با موی سیاه دلیل جوانی نیست. بین به امروز افغانستان آقای پدرام، و امروز هم وقت شما میبینین همون نسلی که تقریبا 4 دهه است که در قدرت هستند و یا هم در فضای سیاسی افغانستان هستند فعالیت میکنن، با وجودی که در 20 سال اخیر نسل زیاد تربیت یافت ولی هنوز هم شانه خالی میکنن. وقتی که یک دگردیسی 180 درجه در یک مملکت اتفاق میفته، یک نظام با تمام لشکر سیاسی، نظامی، فرهنگی، آکادمیکش میره و یک نظام دیگر میایه، طبعاً که در اردوگاه نظام گذشته پراکندگی به وجود میایه. انگشت‌های اتهام و ملامت به سمت این و آن گرفته میشه و یک چیز طبیعی است که زمان میبره تا اینها دچار انسجام بشن. اما گریزی هم ندارن.
و گزیری هم نیست جز اینکه این نیروی سیاسی، این نیروی ضد حالا نظام مثلا کنونی دچار انسجام بشن، مجبور بشن که خود را در یک محوریت یک پارچه چی چیز اینا را میتونه وصل بکنه آقای پدرام؟ وطن بود مثلا، فکر میکنن که حالا در وطن نیستن. ارزش هایی که اینا را وصل میکنه چی است به نظرتان که بتونن بر محوری از او دوباره فعالیت سیاسی بکنن؟ اولین چیزی که همه فعالان سیاسی، نظامی و مدنی افغانستان را میتونه گرد هم جمع بکنه زیر یک چتر واحد، وطن است. آیا به راستی ما دغدغه وطن را داریم؟ افغانستان در شرایط کنونی در برزخ بی سرنوشتی است. انگار ما مواجه شده، انگار تمام روزهای ما مواجه شده با روزهای رخصتی دنیا. افغانستان از مرکز توجهات که بماند، کلاً از آجندای جهانی خط خورده. ما در افغانستان که 40 میلیون جمعیت داره، گروهی بر سر کار هست که هیچ دولتی در دنیا این گروه را به رسمیت نشناخته و متاسفانه هیچ قدرت جهانی و منطقه‌ای هم به افغانستان به عنوان این که یک سرنوشت برش بسازه هرگز او را مورد توجه قرار نداده. درست. در افغانستان فعلا هیچ چیزی وجود نداره جز این که یک گروه بر این جغرافیا مسلط است و شرایط امنیتی را مدیریت میکنه. دیگه هیچ چیزی وجود نداره. هیچ چیزی وجود نداره. بنابراین اگر ما دغدغه وطن داریم، اگر به راستی وقتی نام افغانستان بر زبان جاری میکنیم و از این افغانستان اراده میهن و مادر وطن را داریم، طبعا با تمام تفاوت‌ها و اختلاف سلیقه‌ای که داریم باید جمع بشیم. چگونه؟ همه میگن که باید جمع بشیم، همه میگن که باید اتحاد پیدا بکنیم، همه میگن که تقریبا کنار هم بیستیم و وطن یک راه حل برش پیدا بکنیم، اما اینمی حرفا هیچ وقت جنبه عملی پیدا نمیکنه. 3 سال است که مردم منتظر هستند که تا نیروهای سیاسی متحد شوند. مشکل ما است که ما همه دوچار منمیم. اصلا جنگ از همینجا شروع میشه، چون این میگه مه، اون میگه مه، یکی دیگه هم ادعا داره. ما دوچار منیتیم، دوچار منافع شخصی هستیم، دوچار منافع حزبی هستیم، دوچار منافع قومی هستیم و از این منظر و عینک به قضایای افغانستان و به صورت کل به قضیه افغانستان نگاه میکنیم و همین دلیل میشه که ما گرد هم نیاییم. یعنی چی؟ ما دوچار کس بودنیم. همه انتظار دارن که همه کس باشن و هیچ کس نمیتونه که از خودگذری بکنه. هیچ کس وارد این مسئله نمیشه که خب اگر از منم رها نشیم سرانجامش چیست؟ چیز مانع اتحاد تمام اقوام افغانستان بر سر کار مشترک است؟ چی است به نظرتان؟ عدم به رسمیت شناختن حقوق دیگران. این مهمترین مشکل است. ما در افغانستان متاسفانه چیزی را هنوز به نام ملت نساختیم، ملت نشدیم و در کنار این که ملت واحدی نشدیم، هویت‌های ملیت‌ها یا اقوام یا اتنیک‌های دیگر را به رسمیت نشناختیم. یک گروه که بر سر کار میآیه همه چیز را در خودش میبینه و در خودش خلاصه. آقای پدرام، شما با مردم از نزدیک کار کردین و نماینده مردم بودین و کار کردن با مردم بلد هستین که چگونه کار بکنین. فکر میکنین که اگر امروز دوباره نیروهای سیاسی وارد عمل شوند چگونه با مردم کار بکنن؟ از مردم چی بخواین؟ اولی که من خدمت شما از همین فرصت استفاده بکنم و صراحتاً اعلان بکنم که من حبیب الرحمن پدرام عضو هیچ جریان سیاسی و نظامی نیستم تا اکنون. من وکیل مردم بودم
و بزرگترین افتخارم در زندگی همین است که 4 سپاهی وکالت مردم بر دوشم بوده و هنوزم که هنوزم من خود را وکیل مردم میدانم، نماینده مردم میدانم. با هر جریان سیاسی هم اگر وارد گفتگو و تعامل باشم، مصلحتم، منفعتم مردمم هست و آدرس من هم اتفاقا مردمم خواهد بود. خیلی ها دارن برای خود مشروعیت میتراشن، ولی الحمدلله من این اقبال را در زندگی خود داشتم که 2 بار مشروعیت خود را از مردم گرفتم. 1 بار در شورای ولایتی، 1 بار در پارلمان کشور. در پارلمان کشور که الحمدلله با بیشترین آرا. درست. ببینیم ما در قبال مردم مسئولیت داریم و مردم هم در قبال سرنوشتشان مسئولیت دارند. ما یعنی کی؟ یعنی کسانی که خود را سیاستمدار و خود را دلسوز شرایط افغانستان میدانند و در شرایط قرار دارند که حرفشان، سخنشان، عملشان میتونه تبدیل به یک واکنش جمعی بشه. بارها میگن که نمیفهم گاندی گفته اگر خودت سرآغاز تغییری باش که دوست داری در جهان پیرامونت به وقوع بپیوندد. یا ببینیم ما مسلمانیم، اگر به راستی ما اعتقاد به قرآن داریم که این کلام خداونده، خداوند میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. من سرنوشت هیچ ملتی را، هیچ قومی را تغییر نمیدم تا زمانی که خودشان در پی تغییر برآیند. درست. بنابراین ما باید مسئولیت خویش را بدانیم. همه مسئولیم. یک لحظه اجازه بدین، همین جمله یک اشاره دارم که بسیار مهمه. ببینیم ما همیشه چشم انتظاریم، همیشه یک گوشه لم دادیم که دست یک منجی خارجی بیایه و ما را از این منجلاب، از این مرداب بکشه بیرون. یا امریکا، یا نمیفهم روسیه، یا اروپا، یا ناتو. برادر من، همین خودت، درست، خودت در شرایط کنونی و درجه یک لحظه درست، در شرایط کنونی چه وظیفه‌ای داری؟ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی. ما همه مسئولیم، چه سیاستمدار است، چه وکیل است، چه وزیر است، چه دانشجو است، چه استاد دانشگاه، چه معلم است، چه یک دکاندار و یک فرد عادی است، چه ملای مسجدی که بر منبر بالا میشه. همه مسئولیت داریم و اگر هر کس در جایگاه خودش مسئولیت خود انجام بده، مطمئن باشین که اتفاقای خیلی خوبی میفته. به خاطر است که مردم چون سیاستمدارا در بین مردم بدنام شدن. وقتی شما به مردم نامی از سیاستمدارای جمهوریت میگین، فکر میکنن که با یک گروه خراب مواجه هستند. بنابراین سوال ما به خاطر از شما بود که شما تجربه کار دارین، چطور میشه که اعتماد سازی دوباره بین مردم و سیاستمدار ایجاد شود، صورت بگیره تا شرایط و مسیر تغییر بخوره؟ انتقاد مردم از سیاستمداران و رهبران دقیقه. طبعاً کسانی که در رأس امورن وظیفه بسیار کلانتری دارن. این البته به این معنا نیست که مردم وظیفه نداشته باشن، اما یاد ما باشه تا زمانی که مردم مسئولین خود را مؤاخذه نکنن و نسبت به شرایط از خود واکنش نشان ندن، خب متاسفانه که همی شرایط ادامه پیدا میکنه. ما باید هر جریان جدیدی که شکل میگیره، ما فارغ از این که کی ملامت است و کی سلامت، کسانی که در رأس جریانهای جدید قرار میگیرن باید کسانی باشند که بدنام نباشن. درست. اگر خوشنام نیستن بدنام نباشند، متهم به دزدی و فساد و چور و چپاول نباشند، دستشان در خون مردم در سرنوشت تلخ افغانستان شریک نباشه به صورت مستقیم. درست. ما وقتی میتونیم اعتماد مردم جلب بکنیم که جریانهای مستقل و خوشنام بسازیم. من تا همین لحظه در 3 سال گذشته، تقریبا 3 سال گذشته، وارد هیچ جریان سیاسی نشدم. چرا؟ چون حقیقتا نمیخواستم که همین نام خوش و آبرویی که حداقل بین مردم داریم همین رو ملوث به این جریان ها نکنیم. درست. حالا ارزیابیتان از این جریان ها رو نام گرفتین، ارزیابیتان از جریان های سیاسی نظامی که فعلا فعالیت میکنن مثل جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر جریان های سیاسی دیگر، ارزیابیتان از این جریان ها چی است؟
من منظورم کدام جریان خاصی نبود، نام نمیگیرم، اما طبعا در شرایط کنونی همه به زعم خود یک تلاش میکنند و طبعا ما هم تلاش بکنیم. من که میگم من نماینده مردم هستم، وارد هیچ جریان نشدم، به این معنی نیست که وارد هیچ جریانی نشم. باید باشم. اگر کار جمعی نکنم دست تنها صدا نداره. چی وقت آقای پدرام؟ چی وقت وارد جریان خواهد شدین؟ ما در هرات بس نیست؟ ما در هرات یک متل داریم، میگیم هر کس که از شیر بوسوزه ماسرم پوف میکنه. ما متاسفانه ناگهان دچار فروپاشی نظام شدیم. درست. در این گرگومیش هوا، در این شرایطی که همه چیز به هم ریخته بود، درست داوری کردن، درست تصمیم گرفتن کار سختی بود و کار سختی هست. درست. برادر، اگر من بتانم کار درستی بکنم که اعتماد مردم خدشه‌دار نکنم، حتما وارد اون گود میشم. ولی اگر اون جریان نتانستم پیدا بکنم، برادر، مشت پوشیده و 1000 دینار. حداقل همه آبرو و عزت خود در نزد مردم خراب نکنید. با سوال ما از آغاز برنامه به همی بود که وقتی بار مسئولیت وجود داره بر شانه هایتان بار میورداره یا نمیورداره؟ طبعا ما در حال جستجو هستیم. آقای پدرام، در این 3 سال زون غربی افغانستان هم هنوز هیچ فعالیت سیاسی نظامی در برابر طالبان نداشته و هنوز هم یا به تعبیر خودشان هیچ فعالیتی نداشتن. ما حقیقتش من خودم شخصا به دنبال یک جریان بودم که براستی کسانی که در رأسش قرار میگیرن و من احتمالاً یک از اون کسا باشم، کسانی باشن که خوشنام باشن، نگاه ملی داشته باشن، دوچار منم نباشن، به افغانستان و همه اقوام افغانستان فکر بکنن. و اتفاقا ما یک تعدادی از دوستانی که همین دغدغه را داریم همدیگر را پیدا کردیم و این مهم هم هست که در این گذرگاه‌های تاریخی، در این کوچه پس کوچه هایی که پر از گرد و غباره، ما همدیگر را گم نکنیم. این مهمترین چیزی است که در فکر هر جوانی، هر سیاستمداری، هر بزرگواری که دغدغه وطن را داره باید بپیچه که ما همدیگر را گم نکنیم. درست. و بیاین به پرسش ما که چرا حوزه غربی افغانستان و اتفاقاً یکی از دغدغه هایی که من دارم، طبعا من از هرات هستم، من از نگین خراسان هستم و از مرکز حوزه غرب هستم. مردم هرات بزرگواری کردن، بالاترین رأی به من در پارلمان دارن و از من انتظار دارن. من طبعا وقتی وارد یک جریان میشم که بتانم از حوزه غرب و بعد از هرات عزیز، از هرات باستان نمایندگی بکنم. اکثر این جریان هایی که راه افتاده و امروز مدعی رهبری آینده افغانستان هستند، متاسفانه از این حوزه کلان که هم جغرافیای بسیار پهناور را در بر میگیره و هم یک جمعیت بسیار کلانی را در خود جای داده، متاسفانه اینا خود در این آینه ها نمیبینن و متاسفانه اونها هم علاقه چندانی نشان نمیدن و این یکی از متاسفانه از نواقصی است که همین جریان ها به راه میاندازن. یعنی این جریان های نیست که بتونه یک آینه با وجودی که شما را داره، چهره های سیاسی دیگر را داره، حاضر نیست که خود مسئولیت خودشان بگیره. ببینین وقتی یک جریان ملی شکل میگیره، وقتی که یک چتر کلان ایجاد میشه، هیچ ضرورت نیست که شما جریان‌های کوچکتر را ایجاد بکنید. درست. من میتونستم از همان آغاز، اکثر جریان‌ها خود جریان‌های متاسفانه مجازی است، نه واقعی. ما هم میتونستیم یک جریان را اعلان بکنیم. اما این رجزخوانی‌های رسانه‌ای و فیسبوکی ره به جای نمیبره. اگر مرد میدانی باید در میدان عمل خود را نشان بدی. یا رومی روم یا زنگی زنگ. یا گفتم آقای پدرام شما یک لحظه اجازه بدین مره. ما مشت خود پوشیده نگاه داشتیم و 1000 دینار در مشت ما هست. اگر ما تانستیم به یک چتر کلان ملی اگر ایجاد شد و ما انشالله حرفای ما رو شنیدن، مطالبات مردم ما رو پذیرفتن، ما انشالله در او چتر شامل میشیم و برای فردای روشن‌تر برای سرزمین خودمان مبارزه خواهد کردیم. اما اگر چون این چیزی ایجاد نشه، طبعا ما جریان خود را خواهد ساختیم. درست. آقای پدرام، اتفاقا این بحث بسیار جدی هم هست.
درست. هم در بین نخبگان حوزه غرب و هرات و هم در بین همون چهره‌های مستقل و دلسوز واقعی. درست. یعنی من از دو طرف وارد تعامل هستم، هم نخبگان حوزه غرب افغانستان و هم نخبگان سیاسیون خوشنامی که تابال نخواستن به این جریان‌هایی که ایجاد شده بپیوندن. به نظرتان حوزه غربی افغانستان چی کاری میتونه برای افغانستان انجام بده؟ همون کاری برای بیرون رفت از وضعیت کنونی. ببینین حوزه غرب افغانستان نخبگان بسیار زیادی داره، چه در حوزه آکادمیک، چه در حوزه سیاست، در حوزه اجتماع، چه در حوزه دین. حوزه غرب افغانستان یک کتله بسیار وسیع از نظامیون سابق را پوشش میداد و در شرایط کنونی همه اینها بی سرنوشت هستند. طبعا این نیروی عظیم منابع، این نیروی عظیم انسانی، این منابع بسیار کلان بشری میتونه هر جریانی که ایجاد بکنه او رو فربهتر بسازه و غنی‌تر بسازه. درست. طبیعتا انتظار ما همیست. من پیشتر شما پرسشی مطرح کردین که در شرایط کنونی چه باید کرد. ما انتظار داشتیم که طالبان در 3 سال که فرصت طلایی به اونها داده شده بود، دنیا نگاه میکرد اینا چه میکنه. اتفاقا خیلی از سیاسیون من جمله ما تماشا میکردیم که اینا چه میکنن. آیا به راستی اینها به افغانستان فکر میکنن؟ آیا به راستی برای مشروعیت اینا به مردم برمیگردن؟ آیا به راستی اینها درها بر روی همه اقشار افغانستان باز میکنن و میگن بفرمایین این یک نگاه کلان ملی داریم ما؟ و متاسفانه اونها چنین نکردن. درست. طالبان باید تفکیک بکنند که بین حکومت کردن با حاکمیت یک تفاوت بسیار عمده است. طالبان واقعا میخوان حکومت بکنن، خب این حکومت داری نیست. هم در تقابل با دنیا، هم در تقابل با جامعه سیاسی، هم در تقابل با زنان، هم در تقابل با روشنفکران. و یا نه میخواین فقط حاکمیت داشته باشین. ما حاکم هستیم دیگه، شما برین روزیتان پیدا بکنین، شما سیاسیون هم میایید خانه بیا و برای زنام حق نمیدیم و دیگه قانون اساسی هم نداریم، مهم نیست. درست. این که حکومت داری نیست. درست. آخر برنامه است آقای پدرام، میخوایم از شما بپرسم که ارزیابی تان از 3 سال نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان چی است؟ من ارزیابی خود به نوعی در همین گفته‌های قبلی خود مطرح کردم. تداومش است که افغانستان دوباره با آجندای جهانی برمیگرده. مسئله اوکراین ختم میشه، مسئله غزه و فلسطین بالاخره به یک فرجام میرسه. ایران تا ابد درگیر مشکلات و مسئله برجام نیست. افغانستان دوباره با آجندای جهانی برمیگرده. این مقطع فعلی یک شانس طلایی برای طالبان بوده و همچنان هست که این فرصت را مغتنم بشمارن و بیش از این بر طبل تمامیت خواهی و انکار دیگران نکوبن. بهترین کار، من این را اضافه میکنم شاید به پرسش های قبلی شما پیوند بخوره که هر جا که همین سیاسیون روبرو میشن، چه با جهان و چه با مردم، چه با رسانه ها، میگن خب برادر همین طالب آمده بر تا افغانستان حکیم است، بدیل شما چیست؟ درست. بدیل ایست که سیاسیون افغانستان، جریان‌های نظامیان افغانستان، فعالان مدنی، حالا چه دانشگاه است، چه نهاد است، چه قشرهای مذهبی است، خلاصه چه اتنیک‌های قومی است، فلان و فلان، اینها اول باید دچار انسجام بشن، یعنی خود را منسجم بکنن و بعد ما باید دولت در تبعید را بسازیم که این دولت در تبعید هم جبهات نظامی را تنظیم بکنه، تیم سیاسی برای گفتگو با طالبان را تنظیم بکنه و یک تیم سیاسی برای تعامل و رایزنی با جهان را. من همین را از همرسانه شما اعلان میکنم به همه سیاسیون افغانستان در هر کجای گیتی که قرار دارن، تا زمانی که ما دولت در تبعید را، یعنی یک چتر کلان ملی را ایجاد نکنین، و خدا قسم که ابن سینا زمان باشی، چرچیل زمان باشی، کسی تو را به رسمیت نمیشناسه. دنیا بدیل میخواه، مردم بدیل میخواهند، رسانه ها بدیل میخواه، شرایط هم بدیل میخواه و این بدیل چیزی نیست جز حکومت ملی در تبعید. و اگر سیاسیون حرف مرا میشنن، به یک زمان این فرصت اجرا پیدا میکنه، لطفاً او را با تبدیل به یک اجرای کاریکاتورگونه نکنن. درست.
من نسخه و پیشنهادم همیست. درست. به عنوان یک سیاستمدار جوان. درست. سپاسگزارم از شما آقای ابیب رحمان پدرام، نماینده مجلس در دولت پیشین افغانستان. سپاسگزارم از شما.